با مقصد دستگیری دولتی کشاورزان مملکت و تامین فراوانی بازار استعمالی، کشاورزان ولایت خرطوم برای افزایش دادن محصولات کشاورزی، استفاده ثمرناک آب و زمین‌های کورم، تکنولوژی اینواسیونی و اگرتکنیکای پیشرفته از همه شرایط و امکانات استفاده برده تا اینکه از یک زمین تا دو سه حاصل به دست آورده در تامین امنیت اوزوقواری مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خواجگیداران ولایت خرطوم برای عملی نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت جهت زیاد نمودن میدان کشتی زراعت‌های کشاورزی و به این وسیله افزون نمودن استحصال محصولات وطنی از تمام شرایط و امکانات‌های موجوده ثمرناک استفاده می‌برند. چنانکه که از پیام نوبتی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی کشور برمی‌آید در برابر تغییریابی با صورت وضع بازار جهانی اوزوقواری و بالاروی منتظم نرخ محصولات غذایی مروادار می‌نماید که به بهسازی حالت ساحه کشاورزی، افزایش دادن استحصال محصولات آن، رشد مجموعه اگروصنعتی و با همین راه تامین نمودن امنیت اوزوقواری کشور توجه اولین درجه ظاهر نماییم. در سیاست اگراری امروزه تاجیکستان اصلا عملهای پیشبینی و راهاندازی می شود که در مد اول تامین امنیت اوزوقواری واقعا تطبیق گردد. کشاورزان ولایت خرطوم سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت را عاید ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین و از یک زمین گرفتن دو سه حاصل درک نموده پیوسته کوشش می‌نماید که استحصال محصولات کشاورزی را زیاد نموده سبد استعمالی مردم را بایوغنی گردانند. بنابر اطلاع مسئولین سرریاست کشاورزی ولایت خرطوم موافق دورنما بعد جمع‌آوری کشتی اساسی زراعت‌های کشاورزی از قبیل سبزوات بربختی و غله‌دانگی‌ها باید در میدان 129,500 هکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را برآورند. با مقصد عملی نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت عاید مدنیت زمینداری، ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن آب و زمین و از یک زمین گرفتن دو سه حاصل از تمام شرایط و امکانیت‌ها کشاورزان ولایت استفاده می‌برند. همین را باید قید نمود که بعد جمع‌آوری حاصل کشتی اساسی زراعت‌های کشاورزی موافق دورنما باید در میدان 129,500 هکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را براه مانند. طبق معلومات‌های فوری تا امروز در شهر نویای ولایت در همه بخش‌های خواجگیداری در میدان 123,184 هکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی از قبیل غله‌دانگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی، سبزوات، فلزی‌ها و زراعت‌های خوراک چاروا کش نمودند. کشاورزان ولایت خرطوم با مقصد فراوانی بازار استعمالی و غنی گرداندن محصولات کشاورزی هر یک قطعه زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده تا اینکه از یک زمین تا دو سه حاصل به دست آورده در تامین امنیت اوزوقواری کشور سهم ارزنده خود را گذارد. چونکه از صحبت با مسئولین سرریاست کشاورزی ولایت برمی‌آید خواجگیداران ولایت خرطوم در کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی از تخمی‌های به اقلیم مطابق و پیشپس استفاده می‌برند. عین حال در همه بخش‌های خواجگیداری کشاورزان کشتی مکه دان، شالی، ماش، لوبیاگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی و دیگر نوع سبزوات را برآورده تا اینکه از دان کشتشان حاصل دلخواه خویش را به دست بیارند. کشاورزان ولایت خرطوم با مقصد غنی گرداندن ثبات استعمالی مردم و فراوانی بازار هر یک قطعه زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده به کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی صورت بخشیده تا اینکه از یک زمین تا دو سه حاصل به دست آورده در تامین امنیت اوزوقواری مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خلمرود نیازی، غیور شوی مردم، نمازعلی ارگش برای برنامه تحلیلی 7 روزی خرطوم.